الجهاد 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 الله أكبر إعداد جهيز الميت مشكون الجهادي شان إبراهيم للكاريتا مهدي. سرخط مهمترین خبرها. هشدار پاکستان به کابل. هرگونه کار روی بند گمبیری با پاسخ هوایی روبرو خواهد شد. گمبیری طلوع امید یا آغاز نبرد خاموش بر سر آب. ضربه مخرب اوکراین به قلب دفاع هوایی مسکو. کیف با حملات پهپادی سیستم رادارهای روسیه را منهدم کرد. لاوروف: پیشرفت در روابط با آمریکا دیده می شود، اما بدون نتیجه واقعی. دیداری در کار نیست. جزئیات تازه از 2 سال خون و آتش میان حماس و اسرائیل در غزه. بیش از 71,000 کشته و میلیاردها دلار ویرانی. افشای طرح پنهان پاریس. روسیه: 2000 نظامی فرانسوی در آستانه ورود به اوکراین. مأموریت آموزشی و عملیات نظامی پنهان. درود و وقت بخیر. شما را دعوت می‌کنم به دیدن این بسته خبری از چینل کابل پست. مشروع خبرها. هشدار پاکستان به کابل. هر گونه کار روی بند گمبیری با پاسخ هوایی روبرو خواهد شد. گمبیری طلوع امید یا آغاز نبرد خاموش بر سر آب. در شرق افغانستان ساخت بند برق و آب گمبیری در ولایت ننگرهار آغاز شده است. این بند روی رودخانه کنر، یکی از مهمترین منابع آبی مشترک افغانستان و پاکستان، در حال احداث است. هدف از این پروژه تولید بیش از 40 مگاوات برق و تأمین آب کشاورزی برای ننگرهار و لغمان است. به گفته وزارت آب و انرژی افغانستان، بند گمبیری بخشی از برنامه ملی خودکفایی آبی کشور است. سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرده که افغانستان حق دارد از منابع طبیعی خود به صورت عادلانه بهره برداری کند و دیگر نمی‌خواهد شاهد خروج بی‌محابای آب به کشورهای دیگر باشد، در حالی که مردم خودش از کم آبی و بی‌برقی رنج می‌برند. در مقابل پاکستان واکنش تندی نشان داده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقامات نظامی اسلام آباد در نشست‌های امنیتی اخیر بند گمبیری را تهدیدی برای جریان آب در ایالت خیبر پختونخوا و پنجاب دانستند. وزارت خارجه پاکستان یادداشتی رسمی برای توقف فوری پروژه به کابل فرستاده و هشدار داده که در صورت ادامه فعالیت‌ها ممکن است نیروی هوایی آن کشور اقدامات بازدارنده انجام دهد. کارشناسان افغان این تهدیدها را نقض آشکار حاکمیت ملی دانسته و تاکید کردند که افغانستان حق دارد از آبهای مرزی استفاده کند. آنان هشدار دادند در صورت بروز بحران مسئولیت پیامدها متوجه پاکستان خواهد بود. اکنون بند گمبیری به نمادی از استقلال آبی افغانستان و شاید جرقه‌ای برای تنش تازه در روابط کابل و اسلام آباد تبدیل شده است. ضربه مخرب اوکراین به قلب دفاع هوایی مسکو. کیف با حملات پهپادی سیستم رادارهای روسیه را منهدم کرد. اوکراین بار دیگر توان پهپادی خود را به نمایش گذاشت و با حملات دقیق 2 ایستگاه راداری و 1 سکوی پرتاب موشک روسیه را در منطقه دونباس هدف قرار داد. به گفته منابع نظامی، این عملیات بخشی از طرح گسترده کیف برای تضعیف سیستم دفاع هوایی روسیه است.
رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند پهپادهای انتحاری توانستند با دقت بالا به اهداف نزدیک شوند و خسارات سنگینی بر تجهیزات روسیه وارد کنند، در حالی که مسکو در ابتدا تلاش کرد اهمیت حمله را کم جلوه دهد. مقام‌های روسی بعدتر تایید کردند که اختلال‌هایی در سامانه دفاع هوایی ایجاد شده است. تحلیلگران نظامی این اقدام را پیامی آشکار از سوی اوکراین می‌دانند که هنوز توان هدفگیری مراکز حساس دفاعی روسیه را ندارد. آنها معتقدند تخریب رادارها می‌تواند توان رصد و واکنش سریع روسیه را به شدت کاهش دهد و مسیر را برای حملات بعدی هموار کند. در سطح بین‌المللی نگرانی‌ها از گسترش جنگ پهپادی و احتمال واکنش تند روسیه افزایش یافته است. برخی دیپلمات‌ها هشدار دادند ادامه چنین حملاتی می‌تواند امنیت شرق اروپا را تهدید کند. با این حال برای کیف این عملیات بیش از یک حمله نظامی است، نشانه‌ای از مقاومت و تلاشی برای حفظ برتری تاکتیکی در مسیر مذاکرات آینده. لاوروف: پیشرفت در روابط با آمریکا دیده می شود، اما بدون نتیجه واقعی. دیداری در کار نیست. لاوروف از بازی دوگانه غرب در قفقاز پرده برداشت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست امنیت اوراسیایی در مینسک اعلام کرد که گفتگوهای جدیدی میان مسکو و واشنگتن آغاز شده و نشانه‌هایی از پیشرفت در روابط دو کشور دیده می شود. او این تحول را گامی محتاطانه اما مثبت ارزیابی کرد. با این حال لاوروف تصریح کرد که روسیه تنها زمانی آماده دیدار میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ خواهد شد که این دیدار نتیجه‌ای مملوس و عملی در پی داشته باشد. او تاکید کرد که برگزاری نشست بدون تضمین دستاوردهای مشخص برای مسکو بی‌معناست. وی با اشاره به مواضع اخیر ترامپ در خصوص جنگ اوکراین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به سمت صلح پایدار حرکت کند و از ارسال تسلیحات به کیف خودداری نماید. وی همچنین از توقف مذاکرات کنترل تسلیحات و بی‌توجهی آمریکا به از سرگیری پروازها میان دو کشور انتقاد کرد. وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش غرب را متهم کرد که در حال تلاش برای جدا کردن کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی از روسیه است. به گفته او این سیاست‌ها نه تنها روابط منطقه‌ای را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت جمعی اوراسیا را نیز تهدید خواهد کرد. جزئیات تازه از 2 سال خون و آتش میان حماس و اسرائیل در غزه، بیش از 71,000 کشته و میلیاردها دلار ویرانی. جنگ میان حماس و اسرائیل از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که نیروهای حماس حمله غافلگیرانه به اسرائیل انجام دادند که به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی و روبوده شدن بیش از 250 نفر منجر شد. در پاسخ اسرائیل حملات گسترده هوایی و زمینی را آغاز کرد که از 27 اکتبر همان سال به تهاجم سراسری بدل شد. در طول 2 سال جنگ تلفات انسانی سنگینی به بار آمد. تا 22 اکتبر 2025 بیش از 71,200 نفر جان خود را از دست دادند که اکثریت آنها فلسطینیان غزه هستند. حدود 2000 اسرائیلی از جمله 913 سرباز نیز کشته شدند. اسرائیل مدعی است که نزدیک به 17,000 جنگجوی حماس را از میان برده است. با افزایش فشارهای جهانی در 10 اکتبر 2025 آتشبس موقت برقرار شد که بعداً به توافقی 20 ماده‌ای با نظارت آمریکا تبدیل گردید. این توافق شامل توقف عملیات نظامی، تبادل گروگانها و زندانیان و آغاز روند خلع سلاح حماس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نقش اصلی را در این میانجیگری داشت و هشدار داد اگر حماس خلع سلاح نشود، آمریکا وارد عمل خواهد شد.
با وجود آتش بس، تنش همچنان ادامه دارد. در 28 اکتبر 2025 بنیامین نتانیاهو دستور حملات جدیدی به غزه صادر کرد و تهدید کرد اگر حماس به تعهداتش عمل نکند، غزه را با خاک یکسان خواهد کرد. در پایان سال 2025 جنگ 2 ساله غزه نه تنها بیش از 53 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته، بلکه چهره خاورمیانه را برای سالها تغییر داده است. افشای طرح پنهان پاریس. روسیه 2000 نظامی فرانسوی در آستانه ورود به اوکراین. مأموریت آموزشی یا عملیات نظامی پنهان؟ به گزارش پایگاه خبری EA دیلی، سازمان اطلاعات خارجی روسیه SVR مدعی شده است که ستاد کل ارتش فرانسه آماده اعزام حدود 2000 نظامی و افسر به اوکراین است. این عملیات بنابر دستور مستقیم رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون با هدف پشتیبانی از نیروهای اوکراینی طراحی شده است. طبق این گزارش، بخش عمده این نیروها از لژیون خارجی فرانسه هستند، واحدی متشکل از نیروهای غیر فرانسوی و بسیاری از آنان اهل کشورهای آمریکای لاتینند. گفته می شود این نیروها همکنون در مناطق مرزی لهستان با اوکراین در حال آموزش و هماهنگی رزمی هستند. مدعی است انتقال نیروها به مناطق مرکزی اوکراین در آینده نزدیک انجام خواهد شد و فرانسه در حال آماده سازی امکانات پزشکی گسترده از جمله افزایش ظرفیت بیمارستان‌های نظامی برای مقابله با تلفات احتمالی است. مسکو هشدار داده است که ورود نیروهای فرانسوی به اوکراین به معنای مداخله مستقیم در جنگ خواهد بود. روس‌ها همچنین میگویند پاریس در صورت افشای جزئیات این عملیات تلاش خواهد کرد مأموریت را آموزشی جلوه دهد تا از پیامدهای سیاسی و نظامی گسترده‌تر جلوگیری کند. تشکر از اینکه بیننده این بسته خبری از چینل کابل پست بودید. لطف نموده چینل خود را لایک و سابسکرایب نموده و ما را در تهیه بهترین های خبری روز جهان یاری رسانید.